دنباله پهلوی نیست، بلکه زبانیه که در کنار پهلوی زندگی خود رو داشت و از پهلوی زبان رسمی تأثیر میگیره. به احتمال زیاد شعر و ادبیات خود رو هم داشت. با پایه گرفتن زبان خراسانی، زبان فارسی خراسانی یا دری، زبان پهلوی از میان نرفت. ایرانیانی که در بخش‌های مرکزی و باختری ایران میزیستند به پهلوی سخن میگفتند. ابن ندیم در کتاب الفهرست که در سال 377 هجری قمری نوشته، از ابو عبدالله ابن مقفع که در سال 142 هجری قمری در گذشته نقل می‌کند، زبان مردم آذربایجان، نهاوند، ری، همدان و اصفهان پهلوی است و این منطقه را فهله گویند. ابو عثمان عمرو ابن بحر جاهز، نویسنده عرب سده دوم، در کتاب البیان و تبیین میگه از ایرانیان فصیح‌تر از همه در لغت فارسی دری اهل مروند و فصیح‌تر از همه در لغت پهلوی اهل اهوازند. ترجمه استاد محمد تقی بهار. زبان مردم آذربایجان پهلوی بود. ناصر خسرو که خود از خراسان در سفرنامه‌اش می‌نویسه، در تبریز قطران نام شاعری را دیدم. شعر نیک میگفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست. پیش من آمد و دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پرسید. داستان از این قراره که قطران به گویشی از پهلوی حرف میزد و به همین سبب برخی واژه‌هایی رو که در شعر خراسانی به کار میرفت نمیدانست و از ناصر خسرو میپرسه. اسدی طوسی از خراسان به آذربایجان میره و گرشاسب را به امیر نخچوان اهدا میکنه. واژه‌نامه‌ای هم مینویسه لغت فارس تا واژه‌هایی رو که در خراسان به کار میرن ولی در آذربایجان شناخته نیستن شرح بده. باید دونست که زبان ترکی در آذربایجان 5 سده بعد با صفویان در آذربایجان پایه گرفت. زبان مادری سعدی و حافظ هم گویشی از پهلوی بوده. وقتی حافظ میگه مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی، تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی، یا بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی، میخواند دوش درس مقامات معنوی. به زبانی که دیگه وجود نداره اشاره نمیکنه. بابا طاهر همدانی هم زبانش گویشی از پهلوی. لوری امروز هم گویشی باز مانده از زبان پهلوی. زبان فارسی تاریخ پر نشیب و فرازی داشته. زبان فرهنگی مشترک مردم گوناگون بوده و خواهد بود. یکی از زبانهای بسیار کم نظیر جهانه. یکی از میراثهای فرهنگی انسانی. در آینده در این باره بیشتر سخن خواهم گفت.